دوستان مشغول کار گروهی هستن در حال کار گروهی به نظر من از قرون وسطا گفتن کار گروهی خوبه. نظر شما؟ آره اشکال نداره آب آفرین شیش عملا همه شده میام سلام
چقدر زیبا بود. شما موافقید؟ دقیقاً اینجوریه که شما دقیقاً همون خیلی شب خوبی بود و واقعاً من از بودنم امشب خیلی راضیم و از مراسمم خیلی راضی هستم. ظرفشویی دوستان مشغول کار گروهی هستن در حال ظرف شستن. ما یه تیم خیلی خوب هستیم. الان رستوران بزنیم. بله. خب مثلا چه پیامی داری واسه بیننده‌ها؟ پیامم اینه که شما چه نظرتون چیه؟ واسه کار گروهی؟ همه عالی چگونه کار اکتیو خیلی خوبی هست. آره نگین خانم نظر شما؟ خیلی داره آره آقای نظر شما؟ نظر من بهترین مجموعه خب شما نظرتون چیه؟ در موردش کار گروهی کار گروهی به نظر من از قرون وسطا گفتن کار گروهی خوبه. نظر شخصی من همینه. عالی. آره انسانای ما قبل تاریخ هم همینو میگفتن. آفرین عالی. دوستان همونطوری که میبینید ما داریم کار گروهی انجام میدیم با کمک دوستان. ولی سخت‌ترین کار داره نگین خانم و مرساد جان انجام میده. ما فقط با پارچه تمیز میکنیم. در حال شستشو هستن. بله. خب دوستان شما رو تا برنامه بعد به خدا میسپارم. خداحافظ. شبتون بخیر. آقا دمتون گرم. ما اینجا بعد شب یلدا پشت صحنه ظرف میشونیم. خیلی خوش گذشت. تلفیقی از فرهنگ‌های فارسی زبان خیلی عالیه، به خصوص این قسمت ظرف شستنش. درسته؟ و بقیه هم دارن اینجا کیف میکنن دیگه. درسته. بچه‌ها اشکال نداره آبه. این فیلمو میفرستم برای گزارشگر خوبه من و تو. کف داره. ولی دلم جز عاشقی نکرده عادت دلک هوس بود همون یک دفعه بس بود دلک هوس بود همون یه دفعه بس بود. ای دل بگو آخه چرا از وحدت در کردی مرا بازیچه دستت شدم دیدی که افتادم به تا ای دلک هوس بود همون یه دفعه بس بود. به افتخار آقای مقدم دست بده. امشب توی قفس بود. دله میگم امشب نه بابا تو نیمه مهمش نه قافیه رسانه. امشب تو دل تو دست بود فردا توی قفس بود. دل فقط واسه تو میتپه. آفرین. عملا همش داره. بریم. امشب دل تو دست بود فردا توی قفس بود. اوه